گفتم افشین به حبیب بگو که من حاضرم برم دستیار بشم. تنها کلاسی رو که به نظرم دیدم کلاس بیضایی، اون دوتا کاری بود که با آقای بیضایی کرد. اینه که میگم این شاید فقط یه چیز من ازش یاد گرفته باشه، ولی اون یه چیز برای من مفهوم تمام تئاتر. فهمیدم آقای بیضایی اینقدر استرس گرفتم برنداشتم گوش رو. آلارم گذاشتم 4 صبح. من اونقدر وایسادم که ثانیه شمار اومد روی 8 زنگ دفترش زد. آقای بیضایی خب چیز میکرد دیگه، تست میگرفت. هی انقدر علی گفت عین خودش. حرکت بازیگرها همه رسم شده بود توی دفترش، تخت کارش. دو قدم برش گفت آقا تو آدم باسوادی هستی، اینجا چیکار میکنی؟ داشت بهشون میگفت که شما مهمید، شما به همون اندازه مهمید که علی عمرانی میخواد بیاد مهمه. این نکته مهمه که آقا کار بیضایی رو یک تماشاگر میتونه و حق داره دوست نداشته باشه، اما نمیتونه جدی نگیره.